اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالای گلخوجت در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 19 اکتبر چنینند: از قلابی تا قانونی کردن پولهای دزدی روی خط عیبنامه‌ها نسبت سابق شهرداری کولاب درست‌تر شد. زندگی پرمشقت و اما رنگین دهات و چگونه زنان توجیک در دهه سر حساب روزگار خود را پیدا می‌کنند. خوش است تورمان اون کده میشه قلمخوش میگم در کجایی باشه با آواز میته و پیش من میآید. و در بلاروسیا با وجود تهدید به سرکوب خونین اعتراضها با طلب استعفای الکساندر لوکاشنکو ادامه دارند. مقامات دادگاه ولایت ختلون میگویند رئیس پیشین شهر کولاب با 6 ماده کودکس جنایتی عیبدار دانسته می شود. در صورت تصدیق این عیبنامه‌ها به سابق مقامدار بیش از 20 سال زندان تهدید می کند. حالا او را از جمله به سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، گرفتن پاره، قلابی و غیر قانونی دادن قطعه زمین متهم می نمایند. نزدیکانش عیب‌های اعلان شده را تهمت و قصاص‌گیری یک گروه منفعت جو می خوانند. بهرام عنایت‌زاده تا 22 سال دستگیر شد. او از کمترین رهبران شهر و نویه‌ها است که در زمان سرکار بودنش بازداشت می شود. او را در روز دستگیر شدنش پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کرد. شهرداری دوشنبه میگوید در منطقه موسوم به خاوران پایتخت محله‌های بزرگ بنیاد شده ساکنان با تدریج با آب آشامیدنی و سیستم کاریز تامین میشوند. فعلا هزاران ساکن این محله هر یک ماشین آب آشامیدنی را بر عوض تا 100 سومانی خریداری میکنند. تقسیم قطعه‌های زمین برای ساختمان خانه‌ها در خاوران چند ده سال پیش شروع شده بود، در حالی که زمان شوروی بعضی از زلزله‌شناسان توجیک به بنیاد منزل در منطقه مخالفت داشتند. با رادیو صوفی از این محله شرقی دوشنبه دیدن کرد. محله نوبنیاد خاوران یک منطقه نوبنیاد با شهامت نونمایان شهر دوشنبه در میان تپه ها است. بناهای این محله نوبنیاد نه کمتر از 2 طبقه و با ترتیب خاص ساخته شده است. نقشه قطعی همشون که جایی که چند سال اتاج جداد باشه هم خیلی میسوزه. که جایی که خاکش مستحکم باشه بلندتر، جایی چی باشه پستر هم خیلی. راه‌های پیچ در پیچ وسیع منفرش که نظیرش در محله‌های داخلی پایتخت کمتر است تا بلندترین تپه‌های محله خاوران می‌براید. یک قسمت این محله نوبنیاد علاقه خط آب و کاریزی دارند، اما قسمت دیگری محله در انتظار آب و کاریزی نشستند. فعلا آب را با ماشین می‌کشانند و قیمت یک ماشین کلان آب 100 سومانی است که برای یک ماه کفایت می‌کرده است. مактаб ҳана поёнда кардам ба наздикӣ тиёр мешавад. уже детача бардоштиам. ами болоба гуфтаистам ки ҷои бунгои чӣ мешавад? тибӣ мешавад. чанд соли қабл замини зери манзилҳои баланду мунаққаши маҳаллаи ховарон чарогоҳу киштизори ғалла буд. баъдан бо қарори шаҳрдори душанбе тақсими замин барои манзили зист шурӯъ шуд ва ба кормандони бахшҳои буҷети пойтахт аз ин минтақа 3 сотих ройгон дода мешуд. این وقت ما شهرهای چی بود قرار هم نداشته، خیلی به آوی و هم تنقسی هم میشیده زمستان را رو لای بده نمیخواد. خیلی ساعت باشه که نه اسفالت اینا آبادی را دیدی لاتوک پاتوک. مقامات شهرداری دوشنبه از بنیاد 6 میکرورایون در منطقه محله خاوران خبر میدهد که قسمتی از انفراساختور محلی از بودجه شهر تعداد دیگر با کمک سازمان‌های مالی بین المللی بنیاد می شود. 6 تا میکرورایون شده کوزی لایه نوی عبیر خطی همه کانالیزاسیون اومگذاره است. در زمان شوروی در منطقه‌های پایانی محله خاوران با علت نااستواری خاک بنیاد انشاءات بلند طبقه منع شده بود. اما حالا بناهای بلند طبقه در همه قسمت‌های محله خاوران بنیاد می‌شود. کجم گراتاکو من سید بودم برای که هر بار ریموت می‌کردیم. خونه‌ها می‌کشید. من یک بار پرسیدم گفت که تکنولوژی نو استفاده کرد. حالا در محله خاوران دوشنبه بنیاد منزل‌های بلند طبقه در تپه‌های بالاتر ادامه دارد. با گفته ساکنان فعلا حدود 10,000 نفر در این محله زندگی دارد و با انجام ساختمان منزل‌ها شماره ساکنانش افزایش خواهد یافت. روز یکشنبه در مینسک دیگر باره به نشان اعتراض هزارها نفر به خیابان‌ها ریختند و دهان نفر آنها بازداشت شدند. مقامات از ماشین‌های نظامی و آبپوش استفاده کردند ولی از فرو نشاندن تظاهرات و پراکنده نمودن اعتراضگران خودداری نمودند. میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می‌دهد.
ده‌ها هزار نفر از مردم بلاروس دیگر باره به خیابان‌های شهر مینسک ریختند و استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را طلب کردند. تهدید مقامات برای استفاده اسلحه آتشفشان هم مانع آنها نشد. روز پنجشنبه سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه و رشوه‌خواری در بلاروس تظاهرگران را بندیت‌ها نامید و گفت که البته ما بر ضد آنها از اسلحه از جمله اسلحه آتشفشان استفاده می‌بریم و به شکل انسانی. خبرگزاری اینترفکس نوشت که در تظاهرات 30,000 نفر شرکت کردند. سازمان حامی حقوق وسنا میگوید بیشتر از 100 نفر دستگیر شدند. تظاهرات عمومی در بلاروس که هفته هاست ادامه دارد بعد از انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست شروع شد. مقامات گفتند که الکساندر لوکاشنکو که از سال 1994 بلاروس را رهبری می‌کند 80% رأی مردم را به دست آورده است. مقامات انتظامی تاکنون بیشتر از 13,000 نفر از جمله چند فعال مخالفان را که در کشور ماندند دستگیر کردند. سویتلانا تیخانوفسکیا پیشوای مخالفان که به لیتوا گریخت از لوکاشنکو خواست است که تا 25 اکتبر استعفا بدهد. در عکس حال مردم به کارشکنی عمومی آغاز می‌کنند. بینندگان عزیز، گزارش رو از اعتراضهای بلاروسیا در تقدیم همکارم میرزا نبی خالقزاد تماشا کردید. حالا یک آگهی داریم و بعد آن برنامه را پای میگیریم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. سازمان ملل متحد یک روز رو در ماه اکتبر به زنان دهات اختصاص داده است. بیش از نصف اهالی تاجیکستان در روستا به سر میبرند و زنان دهات یک قشر آسیب پذیر به حساب میروند. اما با این وجود آنها کم نیستند که زندگی در هوای ده را بهتر از شهرهای سرغوا میدونند. محمود جان رحمتزاده به سراغ چنین زنی رفت که میگوید آبادی روزگار به دست خود هر یک نفر است. اینه گوسلک‌هام علف میکنم. اینه گوسلک‌هام علف میکنم. اینه دستمال میکنم. گلدسته هر صبح کارو در ده از نگاهبینی گاو و گوساله و کبوتر و مرغ‌هایش آغاز میکند. اوش از ستورمان اون کده میشه قلمخوش میگم در کجایی باشه با آواز میته و پیش من میویه و از کدگی اگر نبینم من گوساله و هست میکنن. گلدسته غلام 45 سال دارد و در دهه دوردست ناحیه ووسه با 5 فرزندش زندگی میکند. بچه‌های ما 2015 صغیره موندن. 2015 صغیره موندن بخدم رهبریشون کدم گو کامل کم خش ریختیم اینا گرد خونمون محکم کیم خیلی گلکور به ویا رسوندیم. گلدسته با گذشت سالها به قدم‌های نخستین خود بعد مرگ شوهر می‌نگرد. به یاد می‌آورد که یک زنی بی تجربه و دستنگر بود. میگیریم جگوری میشنونیم، جگوری را میبریم یک سومونی 50 دینمی میفروشیم، میاریم زندگیمون پیش میبریم. گو گوساله خیلی نگاه میکنیم، قشلاق در قشلاقمون معقوله. بعد هوای قشلاق توزه دوغ میکنیم، شیر داریم، شیر میفروشیم، دوغ میفروشیم، قرو داریم. خیلی کار دهان مده معقوله. گلدسته میگوید تا مرگ شوهر هیچ در اداره رو ندیده بود. بعد مرگ شوهر زندگی او را مجبور کرده است برای دریافت رزق از خانه بیرون شود. حالا گلدسته در دهات قریب 1 هکتار زمین دهقانی دارد. در تابستان گندم و در تیرما حاصل مکه و دیگر زراعت را جمع کرده هم می فروشد و هم برای خود ذخیره می کند. 2 هفته قبل پسر بزرگش را اویله‌دار کرده است. اکنون در کار خانه کلین کمک می کند و خود باشد گاه با گوساله هایش گاه با کبوترهایش بند می شود. این زنی دهاتی میگوید که حالا شانس دارد در شهر رفته زندگی کند ولی عرف و عادتی که در ده باقی مانده است او را نمیگذارد شهر نشین شود. اگر بچه‌ها شهر بفوره بره من خدم نمیره. خدمت دهات معقوله. وقت ما در می دهات وقتم خوش میشود. در شهر میرم بازاری میکنم یک شهر نمیفوره. تیز به همه چیما برمیگردم. بچه به معقوله بره و خدم دنی. خدم ده همه قشلاق معقوله. درآمد ماهانه گلدسته از حساب دهقانی در ماه تا 2500 سومانی بوده است. میگوید به زندگیش بسنده است. در خونه د سومانی میگه خیلمو چیکه میچینیم همین نونیوله دستی خانمان
میفروشیم به سمونه خیلی زندگیمون پیش میبریم. در قشلاق دیگه کار همی مهنت های خیر ما سه و انجیره همی زندگی همی قشلاق ما زندگیمون به همی چیو پیش میبریم. 73% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند. زنان یک کشتی آسیب پذیر جامعه دانسته میشوند. برخی زنها برای زندگی شایسته راه شهر را پیش گیرند. بسیاری از زنها مثل قهرمانی ما به روستا ترجیح میدهند. آتشبس نو به خاطر ختم نیزو در منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی ظاهراً تحت خطر است. نیروهای ارمنستان و آذربایجان دوباره همدیگر را در تیراندازی گناهکار کردند. قرار است روز 19 اکتبر در یک جلسه مشورتی پوشیده وضع منطقه به بررسی گرفته شود. در جنگ تازه میان دو کشور که آخر ماه سپتامبر آغاز شد تا کنون حدود 600 نظامی و غیر نظامی کشته شده است. این پرقربانی ترین جنگ از سال 1994 میان دو کشور بر سر قره‌باغ کوهی دانسته می شود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر. این جفت را در آذربایجان به خاک سپردند. اینجا مادری یک سرباز ارمنی نوحه می‌کشد که در قره‌باغ کوهی دفن شد. آنها قربانیان دیگری جنگ دو طرف هستند. روز 10 اکتبر آذربایجان و ارمنستان سازش آتش بس بستند ولی همدیگر را به رعایت نکردن سازش متهم می‌کنند. عملیات‌های جنگی بودند. آزردگی سخت رهبران سیاسی بود که حالا هم ادامه دارد. بسیج کردن نیروهای نظامی و روانی هم در جامعه ارمنستان و هم آذربایجان بود. تا حالا هیچ کس ریسک نمی کند که خود را پیروز اعلان نماید. برای همین معلوم نیست در کجا می توان نقطه گذاشت. سازش آتش بس با میانجیگری روسیه حاصل شد، همان گونه که سال 1990 هنگام جنگ قره‌باغ کوهی دو طرف را به صلح مایل کرد. از آن زمان روسیه به هر دو کشوری سابق شوروی اسلحه می فروشد و مناسبت خوبی را با آنها نگه داشته است. روسیه سعی دارد با استفاده از نفوذش توازنی را بین آنها به وجود آورد، ولی از یک طرف واضحاً آذربایجان می‌خواهد این توازن را به سمت خود تغییر دهد. روسیه حالا می‌بیند که نفوذش به آن حد نیست که فکر می‌کند. با آذربایجان رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه هم کمک می‌کند. به ادعای ارمنستان ترکیه به آذربایجان هواپیما فرستاده است. انکره می‌گوید دروغ است. نقش ترکیه فوق‌العاده مهم است. حمایت سیاسی ترکیه، درون‌هایش به فکر من مهمند. همچنین گزارش‌ها درباره آنکه ترکیه زرخریدان را از سوریه به این جنگ فرستاده است تایید شده‌اند. کمک ترکیه اینجا واضح است، اما هدف ترکیه برای من واضح نیست. با اوج گرفتن جنگ‌ها تلاش‌های بین‌المللی برای حل دیپلماتی مناقشه زیاد شده است. بالاخره هیچ جنگ پیروزی نمی‌آورد. هیچ مناقشه رای حل نظامی ندارد. سرانجام باید صلح شود و اگر آذربایجان با اصطلاح پیروزی به دست آورد هیچ صلح نخواهد بود، چون ارمنستان تسلیم نمی‌شود. جنگ روز 27 سپتامبر آغاز شد. تا حال صدها نفر از دو طرف جان دادند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. اخبار از این بیشتر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید که مخصوص کانال ما است. یادتون نرود فردا صبح بر وقت ما شما از رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدارتون. خدا